تون روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید پس می توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیو مهاجر، بگذار تا بگویم. سلام سامیانی ارجمند، شرح جنبسته خبرهای روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر میشنوید. ساعت در مسکو 18 امروز 14 ینور. گروه مهاجران تاجیکی که در ساختمان‌های شرکت اتمستروی کمپلکس شهر یکاترینبورگ و ولایت سوردلوف روسیه کار می‌کنند ادعا دارند که یک نفر میانه‌رو با نام سپون رحیموف از آنها هر ماه حق طلب نموده 10% معاش آن را می‌گیرد. رادیو آزادی از قبل چند تن از مهاجران تاجیک نویسنده است که شرکت ساختمانی اتمستروی کمپلکس در ولایت سوردلوف و شهر یکاترینبورگ روسیه ساختمان‌های عظیم را زیر دست دارد که در آنها نزدیک 1000 نفر تاجیکان کار می‌کنند و معاش حد نهایی آنها از 50 تا 80 هزار روبل روسی است. حق پولی که از جانب میانه‌رو با نام سپون رحیموف به گفته مهاجران ستانیده می شود از 5 تا 8 هزار روبل روسی در یک ماه از یک نفر می باشد. اما در برابر این همه ادعاهای مهاجران سپون رحیموف ابراز داشته است که در حقیقت مبلغ را از مهاجران می گیرد و این را به خاطر حجت‌نگاری آنها خرج می کند. مهاجران از آن شکوه کردند که نفری که اگر از ادامه به اصطلاح حق پولی دادن به سپون رحیموف سرپیچی کند از کار خارج می‌گردد، چون شرکت اتمستروی کمپلکس مهاجران را تنها با توصیه سپون رحیموف به کار قبول می‌کنند. از همه حیرت آورش به گفته مهاجران این است که حق پولی از کارگران مهاجر تاجیک و ازبک ستانیده می‌شود، حالانکه در این ساختمان‌های عظیم زادگان جمهوری آذربایجان و مولداوا نیز کار می‌کنند و آنها به کسی مبلغ نمی‌دهند. ادامه جنبسته خبرهای روز. بنیاد رشد کارخانه‌های خرد و میانه در منطقه آلتای فدراسیون روسیه صاحبکاران محلی را برای اشتراک در طرح‌های تجارتی دعوت می‌نماید. با گفته سازمان دهندگان برگزاری طرح‌های تجارتی در 3 مرحله دایر می‌گردد که در دور اول جمهوری تاجیکستان، در دور دوم جمهوری آذربایجان و در دور سوم جمهوری ترکیه را فرا می‌گیرد. نمایندگی‌ها با مقصد گسترش و تحکیم همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بین صاحبکاران منطقه آلتای فدراسیون روسیه و کشورهای خارجی برگزار می شود، قید می کنند سازمان دهندگان. در نظر است که مبادله رابطه‌های کاری با نمایندگان کارخانه ها و تشکیلات خارجی، بازدید از کارخانه ها، فخوری‌های کاری با رهبریت و نمایندگان مقامات دولتی صورت بگیرد. خبرگزاری روسی تاس با استناد از قول سخنگوی خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه می نویسد که در زندان‌های روسیه 7000 شهروندان تاجیکستان الحال ادای جزا می‌کنند. از سبب آنکه که نزدیکان بسیاری‌های آنها در تاجیکستان قرار دارند بیشتر طریق نامه‌های الکترونی با همدیگر صحبت می‌کنند که این کار در دایره لایحه سیستم الکترونی خاص خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه عملی می‌گردد. این زمان 80% مؤسسه‌های اصلاحی فدراسیون روسیه به گفته مسئولان با این سیستم پیوستند که محبوسان با نزدیکان و پیوندان خود طریق نامه‌های الکترونی از حال همدیگر با خبر می‌شوند. مسئولان خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه ابراز می‌دارند که از سیستم الکترونی خاص بیشتر محبوسان خارجی استفاده می‌کنند. ادامه خبرها. در سردی‌های روسیه با دست آوردن مبلغ، خصوصا مبلغ کلان، کار سهل نیست، ولی با این همه ابوبکر یک زاده تاجیکستان همیانی که دریافت میکند با 100,000 روبل به صاحبش برمیگرداند. یک شهروند روسیه با نام میکائیل بعد از درمانگاه دندان پزشکی برآمدنش در نشستگاه در کوچه شابولوای مسکو همیانی خود را که در داخلش 100,000 روبل روسی و کارت‌های بانکیش بود از خاطر میبرد.
абубакр муҳиддинович муҳоҷири тоҷик ҳамёни ин шаҳрванди русияро ёфт мекунад ки бо як роҳи ғайримаъмулӣ соҳиби онро пайдо мекунад. муҳоҷири тоҷик бо ирсоли маблағ ба ҳамёни электронии Сбербанк онлайни марди рус 5 рубли русӣ маблағ мефиристаду смс паёмак менависад ки ҳамёни шуморо бо кортатон дарёфт кардам ва шумораи мобилияшро низ барои тамос гирифтан бо соҳиби ҳамён мегузорад. баъд аз 2 соат ҳамён бо 100 000 рубл ба дасти соҳибаш мерасад. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. вазорати умури дохилаи русия шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар ва вилоятҳои Москву, Ленинград ва Свердловро аз ҷойҳое медонад ки аз ҳама зиёд муҳоҷирони меҳнати майли корро доранд. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه از ماه ینور تا سپتامبر سال 2019 در مسکو 335,000 عدد پتنت برای کار به مهاجران دادند که مهاجران مهنتی از ازبکستان در گرفتن پتنت جای اول و مهاجران مهنتی از تاجیکستان در جای دوم هستند. در شهر سنت پتربورگ و ولایت لنینگراد باشد در سال 2019 مهاجران مهنتی 190,000 عدد پتنت برای کار گرفتند. در ولایت مسکو باشد این شماره با 168 از 2,000 میرسد. اگر به معلومات عمومی پیشنهاد نموده وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه نگریم، در تمام قلمرو این کشور مهاجران ازبکستانی سال گذشته 835 از 5,000 عدد پتنت برای کار گرفتند که این در برابر شهروندان دیگر دولت‌ها به مراتب زیاد می باشد. تاجیکستانی ها باشد در سال 2019 416 از 2,000 پتنت در روسیه گرفتند. سامیان ارجمند، در آخر نشر خبری یک اعلان نیز داریم. شام جمعه 17 ینور ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو مهاجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بدون باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت و کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی به رادیوهای مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکتی و یا در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 17 ینور ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. سامیان ارجمند، شرح جنبسته خبرهای روز را از استودیو مرکزی رادیو مهاجر مستقیما شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. رادیو مهاجر را همراهی کنید.